میرسد بانگی نوای دوستی، جامعه شیرین سخن دور رهنمای دوستی. تاجیک و ازبک ازلدن ایک بلند ترناخ ارور دیلگه دیل پیوند ارور از ابتدای دوستی. خوش آمدید میمانان عزیز. برای من باعث افتخار است که در دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراف رشیدوف که یکی از فرزندان بزرگی خلق ازبک می باشند، دو اتاق صنفی برای آموزش زبان و ادبیات تاجیک افتتاح می گردد. نامه‌ای که رکتر دانشگاه دولتی سمرقند محترم رستم ابراهیم به نام سفارت پیشنهاد کرد، ما این نامه را به حکومت جمهوری تاجیکستان منظور نمودیم و به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امام علی دستور دادند و وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان که جهت عملی نمودن این پیشنهاد چاره‌جویی نماییم و در مدت 3 ماه ما کوشش نمودیم که این اتاق‌ها را برای دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی سمرقند آماده نماییم. من پیش از همه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان، راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاده رحمان و بسیار از دیگر شخصانی که در این تشبس اقدام گرفتند و کتاب‌های زیادی را اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، اتفاق نویسندگان تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، انسیکلوپدیای ملی تاجیکستان و دانشگاه و دانشکده‌های تاجیکستان این کتاب‌ها را به خاطر تحکیم دوستی که با زبان‌های تاجیکی و ازبکی هستند و این اتاق تقدیم نمودند و از طرف آثارخانه ملی تاجیکستان نمونه‌های آثار قدیمه و کتاب‌های دستنویس را به این مرکز تقدیم نمودند و همه این تحفه‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید به خاطر تحکیم دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک روانه شده است. با تشبس به واسطه دو سرور دولت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی شوکت میرزیویف، دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک تحکیم یافته ایستاده است و قریب همه روزه و هر هفته و هر ماه در یک گوشه و کنار تاجیکستان و یک گوشه و کنار ازبکستان همین گونه چاره‌بینی‌های علمی و فرهنگی دایر می شود. دیروز یک هفته گذشته حاکم ولایت، رئیس ولایت سوخت با هیئت خیلی زیاد میهمانان و ولایت نمنگان، ولایت تشکیل تشریف آوردند. چند وقت پیش در دانشگاه ولایت تاشکند در شهر چرچیپ چاره‌بینی خیلی فرهنگی دایر گردید و در دیگر گوشه و کنار جمهوری ازبکستان و در جمهوری تاجیکستان چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی دایر شده ایستاده است. دیروزه کنفرانسی علمی و عملی تا توان دوستان را گم مکن نشانه بار دیگر عملی نمودن سیاست خیرتمندانه دو سرور دولت می باشد. هر دو سرور دولت همیشه تحقیق میکنند که دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک تاریخ قدیمه دارد
و این دوستی را باید چون گوهرک چشم نگاه داریم. به همین خاطر دیروز عالمان اکادمیا برابری پرزیدنتی اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان قابلجان خوشبخت‌زاده دیگر عالمان و دانشمندان درباره دوستی، برادری، تحکیم و همکاری‌های میان تاجیکستان و ازبکستان اظهار نظر نمودند و امروز در دانشگاه دولتی سمرقند میهمانان از آثارخانه تاریخی این دانشگاه دیدن نمودند و در اونجا نیز تاریخ همکاری‌های خلق‌های تاجیک و ازبک پرره معرفی شد و امروز در این دو تا اتاق که از جانب سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان آماده شده است، یکی برای گذاشتن درس‌های آموزشی زبان و ادبیات تاجیکی و دیگری شناس شدن با آثار خطی گذشته و امروزه ادبیات و فرهنگ تاجیکستان و ازبکستان می باشد. تمام اون کتاب‌هایی که از زمان قدیم تا به امروز درباره تاریخ و فرهنگ دو خلق سخن می‌کند در این کتابخانه جمع آمده است و این کتابخانه برای دانشجویان، آموزگاران و محققان منبعی که درباره تحکیم دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک کار به انجام می‌رسانند تقدیم می‌شود. باوری دارم که این اتاق‌ها نمونه رمز دوستی میان خلق‌های تاجیک و ازبک می‌گردد. من بار دیگر به یکایک شما و به همه آن کسانی که در بنیاد و تشکیل شدن این اتاق‌ها زحمت کشیدند از نام سفارت جمهوری تاجیکستان اظهار تشکر می‌نمایم. باوری دارم که چنین مرکزهای فرهنگی منبع در دیگر دانشگاه و دانشکده‌ها در دیگر گوشه و کنار ازبکستان عزیز و تاجیکستان آفتاب رویه افتتاح می‌یابند و نشانه خودرویی دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک می‌گردد و چگونه که مولوی بلخی میگوید ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. وصل دوستی تاجیکستان و ازبکستان مبارک باشد.